در ادامه سفر کاری در ناحیه واسع پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهات میرعلی آباد از باغ خواجگی دهقانی میرعلی محمدعلی بازدید نمودند. طور اطلاع داده شد در این قطعه زمین باغداران با پرورش درختان نوک، شفتالو، آلو، خرما، چهارمغز و زردآلو مشغولند. در گرمخانه خواجگی نهالهای لیمو پرورش کرده می شود که یک راه دیگری درآمد خوبی اقتصادی کارگران است. با مقصد استفاده ثمراناک زمین در بین قطار درختان سبزوات از قبیل پمیدور، قلنفر بلغاری، کدو، بایمجان، پالیزی و در کشت دوم سبزی، شلغم، کرم، لبلبوی سرخ، جوار مکه دان و غیره کیش کرده شده است. در ناحیه واسع که یکی از منطقه های کلان اگراری و صنعتی ولایت ختلان به شمار می رود، از میدان عمومی 23334 گکتار زمین کارم، 1632 گکتار را زمین باغات تشکیل می دهد. طور اطلاع داده شد به حالت 1 اکتبر سال 2025 در همه شکل‌های خواجگیداری ناحیه بیش از 36000 تن میوه و انگور استحصال کرده شده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان بعد شناسایی با نشونمای درختان، وضع پرورش لیمو در گرمخانه خواجگی و استفاده ثمراناک زمین به کارگران برای رشد ساحه باغ و تاکپروری و ثمراناک استفاده بردن هر یک پارچه زمین توصیه های مفید دادند.